الف‌ها اولین و بزرگترین فرزندان ایلوواتار بودند که عاقل‌ترین، باهوش‌ترین و زیباترین نژاد جهان آردا محسوب می‌شدند. اما بین اونها تعداد انگشت شماری وجود داشتند که نسبت به باقی الف‌ها از خصوصیات به مراتب بالاتری برخوردار بودند که امروز که این ویدیو قرار چند تا از معروف‌ترین اونا رو داشته باشیم. دوستان سلام، به پازلکست خوش اومدین. قبل از شروع ویدیو میتونید برای حمایت از ما اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. الف‌ها تو اوج قدرت خودشون تونسته بودن شاهکاره خیلی چشمگیر از ساختن پادشاهی‌های بزرگ تا ساخت سلاح‌ها و جواهرات با ارزش و یا حتی شکست دادن موجودات شیطانی قدرتمند از زمان خلقتشون تا دوران زوالشون تو عصر سوم رقم بزنن. به طور کلی میشه گفت که ترتیب خاصی برای چینش الف‌ها وجود نداره و ما هم ترتیب خاصی برای اونا قائل نشدیم. تو این ویدیو قراره چند تا از معروف‌ترین و قدرتمندترین الف‌ها تو سرزمین میانه رو داشته باشیم که لازم به ذکر این لیست بر اساس الفایی که مقابل شیاطین بسیار قدرتمندتر از خودشون قرار گرفتن چیده شده. قطعاً الفای دیگه‌ای هم وجود داشتن که لایق قرار گرفتن تو لیست ما بودن، اما شاید هرگز به اونا فرصتی داده نشد تا میزان واقعی قدرت خودشون رو به نمایش بذارن. پس بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم. شماره 8 بانو گالادریل، یکی از معروفترین الف‌ها که مطمئناً همتونم میشناسیدش گالادریله. شاید بعضی از شماها فقط با دیدن فیلم‌های پیتر جکسون آنچنان متوجه قدرت بالای گالادریل نشده باشید. اون تو عصر سوم توسط تالکین به عنوان قوی‌ترین و زیباترین الفی که تو سرزمین میانه باقی مونده بود توصیف میشه. کسی که شاهد 3 دوره مختلف جهان آردا بوده و تو عصر سوم جزو با تجربه‌ترین و مسن‌ترین الف‌های سرزمین میانه به حساب می اومد. بانو گالادریل به عنوان یکی از الف‌های نولدور تو سالهای درختان و سرزمین والینور به دنیا اومد. اون دختر الف معروف فینارفین و خواهر کوچکتر فینرود فلاگون بود، از جمله الفایی که از شورش و تبعید فئانور حمایت کرد. الف‌های نولدور قدرتمندترین گروه بین سایر خاندان‌ها محسوب می‌شدند که از شمشیرهای معروفی مثل اورکریست و گلامدرینگ، سنگ‌های پالانتیر و حلقه‌های قدرت همگی توسط خاندان نولدور ساخته شد. گالادریل تو خاندان خودش یکی از قدرتمندترین ها و لیدرها محسوب می شد. اون حامل یکی از 3 حلقه قدرت الفی یعنی ننیا بود که به خوبی تونسته بود ازش نگهداری کنه و نباید فراموش کنیم که اون یکی از کسانی بود که تونست با قدرتش سارون مایا رو از قلعه دولگولدور فراری بده. سارون به مراتب قدرت بسیار بالاتری نسبت به الفا و انسانها داشت، اما در مواجهه با گالادریل و شورای سفید ترجیح داد که عقب نشینی کنه. ما میدونیم که ترک دولگولدور توسط سارون یکی از دستاوردهای مهم برای خردمندان سرزمین میانه بود. قطعاً بجز گالادریل هیچ الف دیگه‌ای نمیتونست به خوبی از پس این مشکل بر بیاد. شماره 7 فئانور، نفر 7م لیست ما به فئانور اختصاص داده شده. هرچند که اون خودخواه، کله‌شق و برادر وحشتناکی به شمار میاد، اما نباید از سازه‌های شگفت‌انگیز اون غافل بشیم. به جرئت میشه گفت که اون یکی از ماهرترین آهنگران تمام دوران سرزمین میانه به حساب میاد. کسی که خالق سنگ‌های سیلماریل، گرانبهاترین و زیباترین جواهرات در تمام جهان آردا و همچنین گوی‌های جادویی پالانتیر هست. طبق اطلاعاتی که کتاب سیلماریلیون به ما میده، اون از نظر هوش و توان بدنی یه سر و گردن از باقی الف‌ها بالاتر بود، اما تو اواخر سالهای زندگیش رفتاری خیلی عجیب و غریب و شیطانی رو از خودش به جا گذاشت. به عنوان مثال باعث اولین خویشاوندکشی تو سرزمین والینور شد. کشتی‌های تلری رو بعد از رسیدن به منطقه لوسگار آتش زد و بعد از نبرد زیر ستارگان که به راحتی نیروهای مورگوس از دم تیغ گذروندن، فئانور با خشم و جنون بی حد و اندازه‌ای دسته باقی مونده از اورک‌ها رو تا نزدیکی‌های دژنگ بند تعقیب کرد، اما تعدادی از بالروک‌های ارباب تاریکی به رهبری گاسمود تو کمین نشسته بودند و فئانور رو تحت محاصره خودشون قرار دادن. اون تا آخرین لحظه شجاعانه مبارزه کرد، اما در نهایت توسط ارباب بالروک‌ها به شدت مجروح شد و بلافاصله بعد از نبرد جون خودش رو از دست داد. اما باید به این نکته هم توجه کنیم که اون در حال مبارزه با چند بالروگ بوده و با توجه به مبارزه گندالف و دورینزبین حتما در جریان هستیم که بالروگ‌ها چقدر قدرتمندند. شماره 6 الروند،
الروند از نوادگان میلیان مایا به شمار میاد که همین یکی از دلایل قدرت و درجات بالای اونه. اونم مثل گالادریل یکی از 3 حلقه قدرت الفی رو در اختیار داشت و تو زمان جنگ حلقه حدود 6500 سال سن داشت. برخلاف بعضی از افراد این لیست یه جنگجوی بسیار با تجربه هستش که بیشتر از 4500 سال از زندگی خودش رو مشغول مبارزه با نیروهای ساورون بوده. علاوه بر اینها اون صاحب قدرت شفابخش بود و میتونست تا حد زیادی آینده رو پیش بینی کنه که مسلماً میتونیم اون رو به عنوان یکی از بزرگترین رهبران الفی بدونیم. اون 2 بار تونست رو در روی ساورون قرار بگیره. اولین بار مثل گالادریل تو اخراج نکرومنسر از دور گلدور شرکت کرد و دومین بار طی نبرد آخرین اتحاد بود که در نهایت ساورون شکست خورد و شکل فیزیکی خودش رو از دست داد. شماره 5 گلورفیندل. گلورفیندل افسانه‌ای یکی از نترس‌ترین و خشن‌ترین الفای سرزمین میانه بود که تو شهر مخفی گندولین زندگی می‌کرد. اون تو اکثر نبردهای مهم عصر اول شرکت داشت و زمانی که نیروهای مورگوس تو سال 510 حمله غافلگیرانه‌ای رو به شهر گندولین انجام دادن، اون از جمله الفایی بود که تعداد زیادی از نیروهای تاریکی رو از دم تیغ گذروند. اهالی شهر در حال فرار بودند که یه بالروگ راهشون رو سد کرد، اما گلورفیندل تنها کسی بود که با اون مشغول مبارزه شد تا به دیگران فرصتی برای فرار بده. یه نبرد دلهره‌آور که صدای شلاقه بالروگ تو تمام کوه میپیچید. اون تونست با یه ضربه مرگبار سینه دیو آتشین رو سوراخ کنه، اما زمانی که بالروگ در حال سقوط از صخره بود، گلورفیندل رو گرفت و باعث سقوط هر دوی اونا به اعماق پرتگاه شد. رشادت و دلاوری اون باعث نجات جون الفای زیادی شد و به خاطر همین شجاعت‌ها بود که یه بار دیگه توسط والار به سرزمین میانه برگشت تا کمک حال الروند تو نبردهای اریادور باشه. گفته میشه اون تو دوره دوم زندگی خودش قدرتی تقریباً برابر با یه مایا داشت و تو جنگ‌های خیلی زیادی شرکت کرد. اون اغلب با ویچکینگ و نازگولا سرشاخ میشد که باید بعدها یه ویدیوی جداگونه در مورد داستان زندگی اون بسازیم. شماره 4 گیلگالاد. نفر بعدی لیست و گیلگالاد افسانه‌ای تصاحب میکنه. بعد از سقوط گندولین و کشته شدن پادشاه تورگان، اون به عنوان پادشاه عالی رتبه الفای نولدور انتخاب شد. گیلگالاد بعد از نبرد خشم و نابودی سرزمین‌های بلریان، پادشاهی خودش رو تو مناطق شمال شرقی سرزمین میانه تقریباً بین کوههای آبی و دریای بزرگ تأسیس کرد. اون آخرین نسل از پادشاهان نولدور بود که توسط تمام الفای غرب سرزمین میانه به رسمیت شناخته شد و تعداد زیادی از الفای نولدور سیمدار بهش ملحق شدن. 2 تا از 3 حلقه قدرت الفی ابتدای کار به گیلگالاد سپرده شد. اون یکی از حلقه ها رو به الروند و یکی دیگر رو به گیردن کشتی ساز داد. گیلگالاد و الندیل رهبر مردان نومنور اتحاد بزرگ از الفا و انسانها رو تشکیل دادن و بعد به طرف موردور لشکرکشی کردند. سارون به مدت 7 سال تحت محاصره بود که در نهایت مجبور به مبارزه شد. طی نبرد آخرین اتحاد، مبارزه طاقت فرسایی بین ارباب تاریکی، گیلگالاد و الندیل به وجود اومد. هرچند که مغلوب این نبرد کسی نبود جز سارون، اما موفق شد هر دو رهبر الفا و انسانها رو بکشه. ولی باید این موضوع رو در نظر بگیریم که هر کسی توانایی مبارزه با سارون حامل حلقه یگانه رو نداشت. اون تو اوج قدرتش بود که با 2 نفر مشغول مبارزه شد. گیلگالاد بدون شک یکی از قدرتمندترین الفایی بود که تا به حال تو سرزمین میانه زندگی کرده. امیدواریم که تو سریال آمازون قدرت‌های اون رو به زیبایی هرچه تمام‌تر به نمایش بذارن و لطمه‌ای به شخصیت اون وارد نکنن. شماره 3 فینگان. دلیل زیادی وجود داره که فینگان تو لیست ما حضور داشته باشه. اون هم یکی دیگه از پادشاهان الفای نولدور بود و به خاطر نترس بودن و نشون دادن شجاعت تو نبردها یکی از الفای قدرتمند عصر اول محسوب میشد. همین که پسر فینگولفین باشی و خون اون تو وجود جریان داشته باشه تو رو چند تا پله بالاتر میبره. در طول مهاجرت خیلی سخت تعدادی از الفا از جزیره آمان به سرزمین میانه اون حضور داشت و همچنین الفای نولدور رو در طول نبرد اشکای بیشمار رهبری کرد. شجاعت اون توی این نبرد مثال زدنی بود. نبردی که به مبارزه اون با گاتموگ ارباب بالروک‌ها ختم شد. اون همچنان در حال مقاومت در برابر گاتموگ بود که در نهایت یکی از بالروک‌ها از پشت سر با شلاق آتشین خودش پادشاه فینگان رو اسیر کرد و گاتموگ با تیزهوشی ضربه نهایی رو به ارباب الف‌ها وارد کرد که همین ضربه برای پایان دادن به زندگی اون کافی بود. 2 نفر دیگه تو این لیست باقی موندن که آخرین نفر محبوب ترین الف کانال پازل کسته، اما قبل از اون بریم سراغ دومین نفر. شماره 2 اکتلیون.
اکتلیون فرمانده دروازه بزرگ شهر مخفی گوندولین بود که تو عصر اول زندگی میکرد. اون در طول نبرد اشک‌های بیشمار فرماندهی یکی از بالهای ارتش گوندولین رو بر عهده داشت. نبردی سراسر فاجعه برای الف‌ها. تو حالت کلی اطلاعات خیلی زیادی در مورد اکتلیون تو کتابای تالکین منتشر نشده، اما ما فقط در این حد ازش تو نبرد اشک‌های بیشمار میدونیم که شجاعانه جنگید و تونست از این نبرد خونین جون سالم به در ببره. اما اون واقعاً یکی از مبارزان افسانه‌ای بود که مهمترین شاهکار خودش رو زمان سقوط شهر مخفی گوندولین رقم زد. گفته شده که صدای شمشیر کشیدن اون خیلی وحشتناک بوده و تن هر اورکی رو به لرزه مینداخته. نیروهای تاریکی اسم اون رو با ترس به زبون می آوردن. اون در طول نبرد گوندولین اورکای بیشماری رو از پا در آورد. شاید براتون کمی باورش سخت باشه، اما اکتلیون تو جریان سقوط شهر نه یه بالرگ بلکه 3 بالرگ تونست از پا در بیاره. در حالی که زخمی شده بود به طرف چشمه شاه حرکت کرد و با نوشیدن از آب چشمه یه مقدار تونست قدرت خودش رو بازیابی کنه. در حالی که تمام ارتش گوندولین عقب نشینی کرده بودن، اون به تنهایی مشغول مبارزه بود. در حین مبارزه با گاتموگ روبرو شد. سپر اون مثل کریستال میدرخشید. گاتموگ خودش رو آماده کرد تا کارش رو یکسره کنه، اما اکتلیون به یکباره به سمتش هجوم برد و تیغه کلاهخود خودش رو تو بدن دیو آتشین مورگاس فرو کرد. این ضربه باعث سقوط همزمان اونا به اعماق چشمه گوندولین شد و هر دوی اونا غرق شدند. اما میشه با اطمینان گفت که اقدامات بزرگ این فرمانده شجاع احتمالاً کل آینده سرزمین میانه رو تغییر داده، چون گاتموگ یه مایه خیلی قدرتمند تو سطح و اندازه های ساورون بود و تصور کنید که گاتموگ میتونست تا عصر سوم زنده بمونه و حتی با ساورون متحد بشه که نتایج فاجعه باری رو میتونست برای ساکنین سرزمین میانه رقم بزنه. در نهایت ما آخرین الف لیست رو داریم. شماره 1 فینگولفین. در حالی که ترتیب خاصی برای این لیست لحاظ نشده، اما ما تصمیم گرفتیم که فینگولفین قدرتمندترین الفی باشه که تا به حال وجود داشته. لازم به ذکره که این انتخاب کاملا شخصیه. چی باعث میشه که فینگولفین از نظر ما اینقدر قدرتمند به نظر برسه؟ فینگولفین پسر بزرگتر فینوه، برادر فیندیس، اریمه، فینارفین و برادر ناتنی فئانور بود که گفته شده اون عاقل‌ترین، قوی‌ترین و شجاع‌ترین پسر فینوه بود. شاهکاری خیلی زیادی رو در طول زندگی خودش رقم زده که از حوصله این ویدیو خارجه، اما فقط کافیه ما به یکیش و اصلی ترین اونا اشاره کنیم تا متوجه جایگاه اون بشیم. بعد از شکست و تحقیر نیروهای ارباب تاریکی تو نبرد داگراگلارب یا نبرد پر افتخار، الفای نولدور دژنگ بند مورگاس رو به مدت 400 سال تحت محاصره قرار دادن. اما مورگاس طی سالهای محاصره موفق به پرورش اژدهایی به اسم گلارونگ شد و اون تونست به کمک برگ برندگی خودش محاصره طولانی مدت رو در طی نبردی به اسم داگور براگولاخ یا نبرد شعله‌های ناگهانی بشکنه. بعد از این جنگ آتشین اکثر سرزمین‌های بلریان یا نابود شدن و یا زیر سایه تاریکی قرار گرفتن. فینگولفین به عنوان پادشاه الفای نولدور به شدت از این فاجعه که یکی پس از دیگری رخ میداد ناامید شده بود و جنونی بهش دست داد که به تنهایی سوار بر اسبش مقابل دروازه‌های انگبند رسید. اون مورگاس رو به مبارزه تن به تن دعوت کرد. این نبرد حماسی مو به تن هر کسی سیخ میکنه. تصور کنید یه طرف یه الف شجاع قرار گرفته و طرف دیگه قدرتمندترین موجودی که تا به حال پا به سرزمین آردا گذاشته. کسانی که اون روز فینگولفین رو سوار بر اسبش دیدن تصور میکردن که ارومه الهی شکار داره به سمت دروازه‌های انگبند حرکت میکنه. اون با فریادهای بلند الهی تاریکی رو به مبارزه تن به تن دعوت کرد. مورگاس میدونست که اگه این مبارزه رو قبول نکنه تمام وجهه خودش رو در مقابل نیروها و فرماندهانش از دست میده. پس از روی ناچاری زره سیاه خودش رو برداشت و گرز به دست با عصبانیت از دروازه‌های انگبند خارج شد. فینگولفین شمشیر رینگیل خودش رو که مثل مروارید برمی‌زد بیرون کشید و تو این لحظه مبارزه شروع شد. مورگاس با گرز خودش ضربات پیاپی رو سعی کرد به مزاحم کوچیکش وارد کنه، اما هر بار با جاخالی فینگولفین مواجه شد. اون هر بار که جاخالی میداد زخمی در داک و بربا به تاریکی وارد میکرد و هر بار صدای اون تو سراسر کوههای تانگورودریم میپیچید. اما در نهایت فینگولفین خسته شد و مورگاس با ضربه های خودش 3 بار اونو زمین انداخت.
هر بار پادشاه الفا بلند شد و به مبارزه ادامه داد. اما همونطور که مندوس پیش بینی کرده بود، هیچ الفی توانایی شکست دادن ارباب تاریکی رو نداشت. در نهایت آخرین ضربه مورگاس پادشاه از پا درآورد. بعد هم پاشو رو گردن فینگولفین قرار داد و پادشاه در حال مرگ بود که با شمشیر آخرین ضربه‌شو به پای ارباب تاریکی وارد کرد. هرچند ملکور پیروز این دوئل افسانه‌ای بود، اما گفته شده تا آخر عمرش لنگ لنگان راه میرفت و برای همیشه درد زخم‌های فینگولفین اذیتش میکرد. از این تاریخ به بعد نه الفا و نه اورک‌ها دوست نداشتن در مورد این نبرد حرفی بزنن. به طور کلی تراژدی شکست فینگولفین جلوه‌ای از شجاعت، مقاومت و فداکاری هستش که به نظرم میشه ازش به عنوان یکی از بیاد موندنی ترین و نمادین ترین آثار تالکین یاد کرد. حالا سوال من اینه که اگه شما جای ما بودین کدوم الفا رو توی لیست قرار میدادین؟ مرسی که تا انتهای داستان ما رو همراهی کردین. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردین و اونو دوست داشتین، لایک و کامنت فراموشتون نشه.